یه بار شاهین اومد شنای قورباغه کرد، لگلگ اومد خوردش. خیلی جالب بود کاری که شاهین میکنه، خیلی منحصر به فرده. یه سوالایی هست میگن به من چرا به گاو صندوق میگن گاو صندوق، چرا نمیگن خر صندوق؟ اون گاو صندوق اسمش گاو صندوق دیگه. چرا واقعا؟ حالا فکر کردی بینندگان عزیز تو رو خدا به داد من برسی. برگشت من میگه کانال کولر کانال چنده؟ خب با هم معلوم من قاطی میکنم. آقا رو میگم شبکه 3 رو اشتباه میکنم. شام خورد؟ بله حتی میشه دسر خورد. تو اتاق خواب میشه بیدار موند؟ من موندم، تو رفتی این همه تو اتاق خواب میشه بیدار موند؟ بله میشه بیدار موند، به شرط اینکه بتونی با اون پشه و مگس بازی کنی. فصل پشه و مگس از راه رسیده و خیلی عجیبن این موجودات، پشه و مگس. دیدی؟ شما پنجره رو میبندی از ما توری داریم، شما ندارین همینجوری باز پنجره. وقتی من دارم باهات حرف میزنم لطفاً فقط به من توجه کن. نخند که لبخند همیشه زیبا نیست، مخصوصا زمانی که سبزی لای دندونات گیر کرده باشه یا پوست تخمه. خب الان یه خورده دندوناتو تمیز کن. داشتم میگفتم عجیبه پنجره رو اجازه آره الان اونور کردی دندوناتو خالی که خیلی بی‌تربیتی واقعا. آخه شاید حرف قشنگی در خصوص مسواک و دندون این چیزا میگفت حسن خیلی بده آدم با چوب کبریتی دندوناشو خلا کنه که یک نفر قبلا گوشاشو باش تمیز کرده. میگفت مزه چلخیش از دهن نمیره اصلا. حرفای عجیب. بگذاریم پشه و مگس. این در و پنجره رو تو این تابستونی که بالاخره دوستان ما یعنی پشه و مگس ها میان، مخصوصا پشه ها، مگس تفلکی کاری با آدم نداره. چرا؟ به قول محمد رضا حسینیان رد میشه بغل گوش آدم باشه. اون صداش اتفاقا صدای دلنشینیه. بستگی داره تو از چه دیدگاهی نگاه. محمد رضا حسینی گفت ما یه مگس داریم تو خونه‌مون انقدر پیر شده دیگه نمیتونه پرواز کنه، تو خونه واسه خودش راه میره ما باهاش کاری نداریم. اما میگم این در و پنجره علی چند نفری هم که اومده اونجا در و پنجره رو میبندی چه لای درزی کوچولو اگه سوراخ باشه، توری پنجره یا لای درز باز باشه، این پشه ناقلا با این که نابیناست، میدونی پشه کوره دیگه واقعا باش صحبت پشه نشست رو چشم به خیالش مو کشمشم، پشه نشست رو دماغم به خیالش مو چماغم. این پشه چیز عجیبیه، نابیناست. کوسه ها میدونستی که نمیبینن که کوسه ها فقط از طریق حس امواجی که سوال دیگه از شما بپرسم. اما بحث ادامه بحث من در خصوص بحث ارزشمند پشه نه که بگی تو رو به عنوان پشه میبینم نه فرق میکنه، تو خیلی بزرگتر از این حرفایی. اما میگفت که شما وقتی که پنجره رو باز میذاری که این پشه مگس رو بیرون کنی، هزار بار میخوره به شیشه، یعنی اینکه میگه من کورم نمیبینم. اما کافیه درز باز بشه میاد تو. واقعا همینطوره. تو بردگی قاشق خون بذار، یه دستگاه خون بذار کنار تختت، اگه رفت سراغ اون میاد و تو رو نیش میزنه و خون تو رو که وقتی خوابی میمکه. میدونی چرا؟ چون میگه نون داغ کباب و داغ میچسبه. اونم میدونه که چجوری باید از خودش پذیرایی کنه تو این فصل. مهران رجبی بازیاش چطوره؟ مهران رجبی بازیاش عالیه، مخصوصا بازی منچ و مارپلاش که میدونی در ایران اول فوق العاده است. یه چیزی اب نداره، گربه ها از اون بالا دویدن دنبال هم دیگه، از اون بالا گربه میاد. بفرمایید که تیپ سازی بازی مهران رجبی رو تا حالا تمرین کردی؟ مهران رجبی مثلا تیپ داره واقعا؟ اون تیپ داره؟ نه تو خودت بگو. اون اومده با بی تیپیش جا باز کرده تو دل مردم. فکر کردم مثلا یک کلا دارن تمیز میکنن آسمونو. نه باده این باده از نیجریه یا چاده. بله باده از نیجریه یا چاده. یا اینکه آقا عماد کون بالا من داره موکتا رو از آقا مهران رجبی چه جوری بازی میکنه؟ مهران رجبی دوست دارم حضوری ببینم، باهاش بازی کنم، ببینم بازی من بهتره یا اون. نه شطرنج که نمیخوای باهاش بازی کنی. بالاخره ما میتونیم حس بگیریم. شما یه نقشی به من و مهران میدی، من و مهران با هم بازی. صدای مهران روش فکر نکردم، تمرین نکردم. ویژگی بارز مهران رجبی چیه؟ مردمی بودنشه. اینکه من دیدم این ور اون ور. ویژگی چه سری تکون میدی؟ یعنی که تیر من خورد به سنگ. ولی ویژگی بصری ایشون چیه؟ ویژگی بصریش بیشتر به خاطر بینی بسیار ارزشمندی که ایشون داره. مهران رجبی با هم رفته بودیم استخر، یه خاطره برات بگم از من و مهران. استخر مهران هوس کرد که شنای کرال پشت انجام بده. شاین باورت نمیشه، همین که مهران شروع کرد به شنای کرال پشت، دیدم همه مردم حوله ها رو برداشتن فرار کردن کوسه اومده به جون خودم، این دماغ بیرون از آب. ببین نمیخواد خودتو بزنی به اون را، میدونی که چجوری داستانه. آره استخر رو ریختم. بعد اومده بود به دوستش شنای قورباغه یاد بده،
از زیر گرفته بود رو آب، به دوستشو میگه حالا پاهای عقبتو تکون بده، پاهای عقبتو تکون بده. مهران خیلی سوژه است، اصلا کارهای عجیب غریب میکنه. آقا من برم یه صف پیش آقای رجبی ببینم که اوضاع احوال چجوریه، داری اینجوری رگباری میری. شما همینجا باش، این شما، این مردم میخوای اجرا کن، میخوای بخون، من توی زندگی تمالی نقشی ندارم اصلا. نرو، دوست دارم، میری دلم برات تنگ میشه.